هفته خبر تو خبر داره از ولوله‌ای که تو نظام ولایت افتاده و همشون ته خط این دومینویی که راه افتاده رو حدس میزنن. همین حادثه‌ای که امروز از غزه شروع شده اومد وارد لبنان شد و این 2 هفته اخیر وارد سوریه شده و قصد دارن طی ماهای آینده به عراق حمله بکنن و در رویا و خوابشون هم هست که حملات به ایران ادامه بدن. یادتونه قبلنا عظما اینطوری میگفت، این را هم همه بدونن، جمهوری اسلامی قوی است. جمهوری اسلامی خیلی قوی. آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. حالا اون قمپاز رو با اعترافای این روزاش مقایسه کنید. امکاناتی که برای سوری ها امروز لازمه ما آماده کردیم. آماده ایم که بریم. آسمان ها بسته بود، زمین بسته بود. رژیم صهیونیستی و آمریکا هم آسمان سوریه رو بستن، هم راههای زمین رو بستن. عظما کلی برای خودش نقشه کشیده بود که بتونه از جنگ منطقه‌ای سود ببره، اما ته خط این بلا سرش اومد. حالا بشنوید از این سرتشتک مشنگ که برای خالی نبودن عریضه به این جفنگیات رو آورده. حتی در مورد سوریه همه دیدن تا ما بودیم مردم سوریه زندگی می‌کردن، چون ما به دنبال عزتشان بودیم. ما نرفته بودیم تا بخشی از خاک سوریه را منضم به خاک خودمان کنیم. نرفته بودیم تا آنجا را میدان جستجوی منافع بلند پروازانه و زیاده خواهانه خود قرار دهیم. ما رفته بودیم تا اجازه ندهیم عزت مسلمانان تخریب شود. حالا اگه میخواید معنی عزت تو قاموس آخوندا رو فهم کنید، بیایید و یه نگاهی به بلایی که سر مردم ایران آوردن بندازید. ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم. این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست. امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. نباید خسته بشیم. این نجم آرپیجی هم برای روحیه دادن به بسیجی‌های وارفته چنین اراجیفی سرهم کرده. اتفاقاً سقوط سوریه برگ زرین دیگه جهت تأیید اقتدار این نظام و رهبر حکیمش بود. چرا؟ اون جایی که ایران وارد میشه، اون جایی که ایران از نیروهای مجاهد خودش بهره میبره، جنگ قطعاً با پیروزی است و هر جا به حکمت ورود نمی کند قطعاً شکست و سقوط است. این طرف حواسش نیست که حرفا و فیلم‌های عظما درباره سوریه همش ثبت شده و الان هر بسیجی با شنیدنش به شرشر میفته. و با تاکید بر لزوم حفظ روحیه ایستادگی و افزایش قدرت دولت و ملت سوریه، خطاب به رئیس جمهور این کشور گفتند: جناب عالی، با ایستادگی که از خود نشان دادید به قهرمان جهان عرب تبدیل شدید و مقاومت در منطقه به وسیله شما قدرت و آبروی بیشتر یافت. ایشان خاطر نشان کردند جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در کنار ملت سوریه خواهد بود، زیرا این کار را کمک به جریان و حرکت مقاومت می‌داند و با اعتقادی از صمیم قلب به حمایت از مقاومت افتخار می‌کند. حالا شما الان حال و روز این بسیجی نوع خون رو در این اوضاع و احوال تصور کنید. بشار اسد سرباز صفر ارتش آغاز، پوتین خودش فرمان بر سید علی باشد. ما پاسداریم و بخواهد جان به روی چشم، سرباز باید نوکر سید علی باشد.
تو چنین وضعیتی عظما دوباره باید روزه همیشگیش رو تکرار کنه. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما. خلاصه این که عظما خورد. چه خوردنی، خودش هم هنوز نفهمیده از کجا خورد. مشنگستان این هفته رو با اولویت بندی عظما شروع میکنیم. رعایت اولویت ها. ما وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم. ببینیم اولویت ها چی؟ بله، به مردم ایران که میرسن پول ندارن، اما ببینید برای مزدوراشون چه خاص خرجی میکنن. 77 میلیون دلار در واقع تقدیم شده است به خانواده های آوارگان لبنانی که بخش از آن تقدیم شده و بخش دیگر تقدیم خواهد شد. تشکر میکنیم از جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خامنه ای دام ظله و همچنین دولت و ملت و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که این حمایت وسیع را پول مردم ایران رو میلیارد میفرستن لبنان، بعد این زرشکیان میاد اینطوری گردنشو خم میکنه، میگه 2 درجه بخاریا رو کم کنید. از همه مردم عزیز کشورمون میخوایم که حداقل 2 درجه اگه بتونن درجه گرمایش خونه‌شون رو پایین بیارن، ما میتونیم کلی ذخیره سوخت داشته باشیم تا بتونیم در این سرما به همه مردم عزیز کشورمون سوخت رسانی کنیم. ممنون خواهیم. بعدم برای اینکه بگه مثلا خیلی به فکر مردمه، این بگو مگوی نمایشی با وزیر نیروش رو ترتیب میده. من اتاقم از اینجا سرتره. اینجوری جای نمایشگاهی چرا باید اینجوری که بعد پول میخواد برای انرژی. بعد این کار خیلی دیگه من الان خودم قطع دیگه اقتصاد رو خود صنعت نگاه کن. خدا وکیلی ما اومدیم امروز با شما نمایشگاه میتونم هر چی میشه برمیگردم. الان این همه برق روشن کرده بودن، اینجا برق میخواست؟ نه برق نداریم. خب الان برق نداریم، صحبت کنن ببینیم چی میکنن. که اینو پریز وصل بکنه، اینجوری مصرف میکنه، سیستم هنگ میکنه. ما اینجا توی تیویریش هم ژست صرفه‌جویی بگیرن تا بگن مثلا خیلی حواسشون به همه چی هست. فقط آقای اسکندری یه نکته، حالا ما تو تصویر داریم دفتر شما رو می‌بینیم، ماشاءالله چراغونی و روشنه. ان شاءالله که فقط برای همین مدت کوتاه مصاحبه باشه، یعنی اینقدر که مثلا ما از مردم می‌خوایم که حالا هم در مصرف برق و گاز و اینا صرفه‌جویی کنن، یه خورده هم از خود مسئولین بخوایم که این کارو بکنن. خیلی متشکرم از شما. همکاران شما به هر حال وادارمون کردن که چهره ما رو بتونن ببینن. حالا ماشاءالله حالا چراغ زیاد داره، یه خورده حالا شما کمتر استفاده کنید. خیلی متشکرم از شما. حالا گوشه ای از واقعیت رو از زبون یکی از مجریای سابق تیویریش بشنوید. مقامات دولتی این روزا خیلی ناراحتن که بنزین ارزون داره منابع کشور رو به باد میده. پشت پرده چیه؟ آژانس بین‌المللی انرژی میگه که 127 میلیارد دلار ایران سالانه یارانه انرژی میده. 25% میرسه به 86 میلیون نفر. فرض کنید 75%ش 96 میلیارد دلار میرسه گروه‌های خاص، فولاد، پتروشیمی، چند هزار نفری که منافع کشور رو دارن میبلعن. رانت وام 1500 میلیارد تومانی داره سالانه گیرشون میاد، یا از 50 میلیارد دلار ارز ترجیح و نیمایی سالی 10 تا 15 میلیارد دلار گیرشون میاد و خیلی رانت‌های شبیه به این. دولت میگه خب بالاخره ما با اینا رفیقیم، اینا خرج زن و بچه‌شون زیاده، اونور آب و زورشون هم زیاده و اینا که نمیتونم ازشون بگیرم که میرم سراغ 86 میلیون نفر، چرا مفت مجانی چیزی گیرشون بیاد؟ آقای دولت اگه واقعا صداقت داری نگران منابع کشوری، یه سوزن اول به این چند صد میلیارد دلار و چند هزار نفر بزن، بعد تیر چراغ برق بفرستم تا 86 میلیون نفر. این هم یک نمونه دیگه از بالا کشیدن حق مردم تو روز روشن توسط آخوندهای دزد. ما توی کشورمون که توی لایحه بودجه و توی مصوبه کمیسیون تلفیق هم هست که از کسانی که یه اتومبیل دارن از یه قیمتی بالاتر مالیات بگیریم، از کسانی که یه دونه خونه دارن توش نشستن از یه قیمتی بالاتر مالیات بگیریم.
در حالی که هیچ جای دنیا از خونه‌ای که فرد ساکنه مالیات نمیگیرن. اینجاست که وقتی میگیم جامعه ایران بمب ساعتیه معلوم میشه دقیقاً از چی داریم حرف میزنیم. بیدار فریاد فریاد از این همه بیدار فریاد فریاد از این همه بیدار فریاد فریاد از این همه بیدار ایران بردر آمد چه بر سر تو آمد ایران بردر آمد چه بر سر تو. حالا سری هم بزنیم به استبل ولایت و وضعیت شلمشورباش. از قاطی کردن قالیباف بگیر. تو سال گذشته همین سال نگاه کنید، باید یه گزارش هم بدم. خانم یه پشت سر من داد میزنید، من دیگه اصلا نمیتونم صحبت کنم. من خواهش میکنم اجازه بدید ما در اجرای قانون یه نقدایی داریم. تا اون دوتا مسخره‌ای که اون پشت ادا و اصول در میارن تا تو دوربین دیده بشن. به لایحه بودجه سال 1404 امور اجرایی و تدوین گزارش کمیسیون‌ها و شعب، تدوین مذاکرات، دبیری سند، تکثیر و تحریرات، مسئولین و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات. این هم یکی از اعضای سابق همین استبل ولایته که وقتی یه دختر کوچولو یه سوال ازش میپرسه بعد جوری تو گل گیر میکنه. بله دیگه. حالا خب شما سوالتو بپرس. چرا زنها نمیتونن آواز بخونن؟ یهو از سن رسیدیم به سوال دیگه. بله ببینید، البته مراجع و فقها نگفتن از کنم که به طور مطلق خانم ها نمیتونن بخونن. گفتن اگر در واقع مفسده‌ای در اون نباشه اشکالی نداره، ولی حالا این که به اصطلاح خیلی آزاد نگذاشتن به خاطر این است که بالاخره اسلام میخواد که اون کانون خانواده محفوظ بمونه. مشنگستان این هفته رو با 2 فقره صوتی به پایان میبریم. یکی از زرشکیان: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. حالا یادم بیاد الان میگم. قوامین لله شهد. و یکی هم 4 تا جمله از امام سوتیا که هر کس فهمید چی میگه جایزه داره. و از این جهت مدیر این عالم طبیعت، یعنی در این من نجمه کوچک، در این زمین که یک ستاره کوچک است، اداره امور این زمین به دست کارگران است و دست اینهاست که اداره می کند و زنده می کند این عالم را.